سلام قشنگا، به دومین ویدیو از چنل من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه در مورد هنرستان و هر چیزی که لازمه قبل از رفتن به هنرستان بدونید با هم دیگه صحبت کنیم. اول از همه لازمه که بدونید هنرستان به کجا میگن. همونطور که میدونید رشته ها دو بخش میشن، رشته های فنی، رشته های نظری. رشته های نظری چی ان؟ ریاضی ان، تجربی ان و انسانی. اما رشته های فنی چی ان؟ هر رشته‌ای که فکر کنید که کار عملی داره، فکر کنید که به علاوه اون مثلا کاری که شما قراره بخونید، شما قراره یک کار عملی هم داشته باشید، یک کارگاهی هم در کنارش دارید. معماری هست، حسابداری هست، طراحی دوخت، طراحی لباس هست که البته توی ایران فقط طراحی دوختش توی هنرستان تدریس میشه. گرافیک هست، کامپیوتر هست، شبکه هست، هر چیزی که فکرشو بکنید که عملی داره ما اینجا داریم. البته که توی هنرستان دخترانه یه سری رشته داریم، توی هنرستان پسرانه یه سری رشته دیگه، مثلا اونا مکانیک دارن. مورد بعدی که لازم بدونید اینه که چه شکلی به هنرستان وارد بشیم و نحوه ثبت نام توی هنرستان چه شکلیه. هر سال بچه‌هایی که از نهم قراره برن دهم یه برگه دارن به نام هدایت تحصیلی که حالا بچه‌هایی که نهمید و قراره برید دهم اگه دوست دارید برید هنرستان شما این هدایت تحصیلی رو دارید. خب همه رشته هدایت تحصیلی رو دارن. یه سری رشته ها هست بالاش نمیشه مثلا ریاضی، تجربی، هنر و براتون الف و ب گذاشته. با توجه به معدلی که شما توی اون سال به دست میارید مشخص میکنه که شما الفید، معدلتون خوبه برای این رشته، یا بید که نمیتونید برید اون رشته. بهتون بگم که سالانه ممکنه خیلی اشتباهات تو هدایت تحصیلی باشه. اون سالی که من داشتم میرفتم هنرستان معدلم 19 خورده بود، قشنگم یادم نمیاد، ولی همه رشته ها رو من الف گرفته بودم، هنر رو ب گرفته بودم. در صورتی که میگفتن هنر از همشون پایینتر و راحت‌تر میگیری، هنر رو به ما ب داده بودن و ما رفتیم برای ثبت نام مدرسه میگفت این چرا ب. و خب خدا رو شکر اون سال فقط من نبودم، خیلی بچهای دیگه هم بودن که دیگه مشکل همگانی شد و قبولش کرد. اما جدا از اون شما این هدایت تحصیلی رو دارید. اول گفتیم مشخص میکنید که چرا طراحی لباس رو دوست دارید. چرا طراحی لباس؟ این سوال، جواب این سوال میتونه خیلی کمک کننده باشه. شما در آینده قراره خیلی کارا با طراحی لباس داشته باشید. کلا نه طراحی لباس، با رشته‌ای که قراره بخونید. و اگه چرایی نداشته باشید وسط کار هم ناامید میشید، هم از اون رشته دلزده میشید و میگید که این چی بود من اومدم. البته با روشش بهتون بگم. فکر کنم نزدیک‌های تیر باشه. دیگه حالا اگه شرایط عادی باشه بعد از تیر میشه که هدایت تحصیلی رو با کارنامه میدن و بچه‌های دبیرستان باید همون لحظه‌ای که مثلا هدایت تحصیلی رو میگیرن ببرن مدرسه‌ای که انتخاب کردن، مدرسه‌ای که قراره توی ثبت نام داشته باشن، هدایت تحصیلی رو نشون میدن، کارنامه رو نشون میدن و رشته‌ای که میخوان ثبت نام میکنن. این از این. خب اما بحث اینه که همینقدر راحت هم نیست. هر رشته توی هنرستان دقیقاً مثل دانشگاه عمل میکنه، یه ظرفیت خاصی داره. مخصوصا توی شهرتون اگه مثلا یه هنرستان داشته باشید یا یه هنرستان داشته باشید که اون رشته رو داره، ظرفیت خیلی محدودتر میشه. شما میرید اسمتون رو مینویسید، یه روز بهتون زنگ میزنن برای مصاحبه. بعضی از رشته‌ها ببینید مصاحبه ندارن، بعضی از هنرستان‌ها مصاحبه ندارن، اما لازمه که بدونید مصاحبه چه شکلیه و کلا به چی میگن. همه رشته‌ها معمولا مصاحبه رو دارن. چرا؟ چون مصاحبه کمک میکنه که اون سرمربی که داره اون سوالا رو از دانش آموز میپرسه بفهمه که دانش آموز واقعا قصدش جدیه که بیاد این رشته رو بخونه، واقعا این رشته رو دوست داره یا نه. تو مصاحبه معمولا سوالایی در مورد رشته‌تون میپرسن. یه سری سوالای تخصصی میپرسن. میدونم ریاضی رو همه دارن چون ریاضی از ما هم پرسیدن. اصلا سوال سختی نمیپرسن. یکی دو سه تا جمع و تفریق و ضرب و اینا برای اینکه بدونن ریاضیتون در چه حد واحدا رو میپرسن و بعد میریم سراغ تخصص. مطمئن باشید که اگه رشته‌ای که انتخاب کردید و دوست داشته باشید از پس آزمون مصاحبه برمیایید. چیزی که من انتخاب کردم طراحی لباس بود و از ما خواستن که اون لحظه براشون یه دونه گلدون طراحی کنیم. خب این از مصاحبه تموم میشه. خب حالا اگه رشته‌تون طراحی داشته باشه به شما میگن معمولا یه چیزی طراحی کنید. اگه رشته‌تون حالا حساب کتابی باشن میگن یه چیزی محاسبه کنید. حتی به ما دادن یه پارچه‌ای که دوخت روش بریم ببینن دوختمون به چه صورته. اصلا نترسید، مصاحبه اصلا کار سختی نیست. حتی بعضی از مصاحبه‌ها به این شکلی که میتونی کاراتو و نمونه کاراتو هم نشون بدی. ما حالا چون واقعا خبر نداشتیم قرار مصاحبه داشته باشیم، هیچ کس هم به ما نگفته بود که ممکنه آقای مصاحبه‌ای هم داشته باشید. هیچ نمونه کاری نبرده بودیم، اینطوری که من وسط روز زدم بابا پاشو اون دفترا رو بیار تا نشون بدیم. حالا خوبه قبل از اینکه میخواید یه رشته‌ای رو انتخاب کنید برید توی اون رشته یکم در موردش تحقیق کنید، علاقتون رو بسنجید. اگه مثلا طراحی داره دو سه تا طرح بزنید ببینید رابطتون با طراحی چیه، چون اگه شما فکر کنید یه رشته طراحی داره انقدر تو هنرستان قراره انقدر کار ارائه بدید، همش قراره کار ارائه بدید و همین باعث میشه دیگه اگه از اون رشته زده بشید خسته میشید و
نمیتونید هیچ کدوم از اون کارا رو ارائه بدید. پس لازمه که شما علاقه داشته باشید به این رشته ها. تو هنرستان اولا که شما رشته که میخواید مورد نظرتون هست رو میرید انتخاب میکنید، میرید توی شهرتون، توی ناحیه اطرافتون نگاه میکنید کدوم هنرستان اون رشته رو داره و یه جورایی از خود اون مثلا هنرستان میتونید سوالا رو بپرسید که آقا این رشته که ما قراره بخونیم چند تا کتاب داره، کتاباش چه جوری، دروسش چه شکلی ان، به چه چیزایی مربوط میشه و همه اینا. خب مثلا طراحی لباس ما ریاضی داشتیم، شیمی داشتیم، فیزیک داشتیم، اینا همه سال 10 11 ما اینا رو داشتیم و دروس عمومی رو ما قشنگ داشتیم، عربی، فارسی، همه چی. و بعد سال 12 یه سری از این دروس حذف میشن، برای اینکه دروس تخصصی تری بهشون اضافه میشه مجبورن که یه سری دروس عمومی رو حذف کنن. تاریخ حذف میشه، زبان حذف میشه، شیمی، فیزیک حذف میشه، ریاضی حذف میشه. اما خب همینطوری نمیمونه، یه سری درسای عمومی رو شما همزمان دارید. حالا چون این چنل کلا در مورد دانش آموزا یه طراحی دوختن، میخوام که کلا مبحث رو ببرم توی رشته طراحی دوخت توی هنرستان. اول از همه بذارید از جو هنرستان براتون بگم. جو هنرستان یه جو خیلی شاد و شیرینیه واقعا. 3 سالیه که خیلی خوبه تجربهش کنی. جوش با نظریه کامل فرق داره، چون نمیخوام بگم اونا همش تو درس و اینا، اما هنرستان این شکلیه که خیلی کم میشه که مثلا بچه‌ها به اون خوندن اهمیت بدن. البته بستگی به هنرستان هم داره، ولی هنرستان ما این شکلی بود. اما از اون طرف کارهای عملیشون خیلی خفنه. در دیوار مدرسه رو رنگ میکنن، کلی نمایشگاه داریم تو مدرسه، کلی حالا مسابقه انجام میدن و خب خیلی جو فعالتری داره نسبت به نظریه که فقط باید بخونن و امتحان بدن. اینو اصلا توهین به کسی در نظر نگیرید، فقط دارم بهتون میگم که تصور داشته باشید که جو اینجا اونجا چه شکلیه. این نکته‌ای که هست در مورد هنرستان و من فهمیدم که بعضی واقعا نمیدونن اینو. هنرستان ما خودمون نظافت کارگاه‌ها و نظافت کلاس‌ها رو به عهده داریم. یا هر روز است یا آخر هفته ها مسئولم داریم. اتفاقا 2 نفر یا 3 نفر بستگی به حالا اون میزان شلختگی که وجود داره انتخاب میشن و اون کارگاه رو تمیز میکنن. و خب این ممکنه بعضی خوششون از این نیاد، ولی دقیقاً مثل مدارس ژاپنی است دیگه که آشغال میریزیم خودمون هم جمعش میکنیم. در رابطه با هنرستان بهتون بگم، خب ما یه سری دروس عمومی داریم، یه سری دروس تخصصی. بعضی از هنرستانا دقت کنید بعضی دروس عمومیشون با همه، مثلا معماری و طراحی دوخت شیمی دارن، فیزیک دارن، توی کارگاه بزرگ شیمی فیزیکشون رو با هم برگزار میکنن. خب اما هنرستان ما این شکلی نبود. یه کلاس جدا داشتیم برای درس‌های عمومیمون و یه کلاس دیگه داشتیم برای درس‌های تخصصیمون. نکته‌ای که مهمه توی هنرستان خیلی جالبه اینه که شما باید کلاساتون رو جابجا کنید. یعنی مثلا مثل مدارس خارجی است که کلاس زبانشون توی کلاس تاریخشون یه جای و شما با توجه به برنامه‌ای که روی کلاس نوشته باید جابجا کنید. اینم میگم باز متناسب به هنرستان خودتون ممکنه باشه، ممکنه همه هنرستان‌ها این شکلی نباشن، اما تا جایی که من توی شهرمون میدونم و 2 تا دوستای مختلف دارم توی هنرستان مختلف گفتن که همین شکلی. مورد دیگه توی هنرستان هست که بخوام کلی بگم و این موضوع هنرستان کلی رو بخوام ببندم اینه که هنرستان یه پوینت مثبت داره نسبت به نظریه، اینه که ما شرط معدل داریم. شرط معدل چیه؟ اکثر رشته‌های هنرستانی میگم ببینید اکثرشون، یعنی ممکنه همشون نداشته باشن، مثل گرافیک نداره. اکثر رشته‌های هنرستانی شرط معدل دارن، یعنی تو با معدل 3 سال دیپلم 10 11 12 که معدل دیپلم تو تشکیل میده میتونی دانشگاه قبول شی به همین راحتی. البته اصلا هم راحت نیستا، بستگی به دانشگاهی که میخواید برید، ظرفیتی که داره و معدلتون همه چی متفاوته. بستگی داره که اون سال اون دانشگاه چه تعداد ورودی بگیره، معدل از چه سطحی شروع شه و بیاد به سمت پایین. مثلا میبینید یه سال معدل از 18 شروع میشه میاد به سمت پایین، یه سال از خود 20 شروع میشه و اینطوری که شما باید همیشه توی شرط معدلتون رو بالا نگه دارید. ما برای شرط معدل بهمون میگفتن فقط 11 و 12 مهمه، فقط معدل نهایی این دوتا، اما همش مهمه. همه ریز نمراتی که دارید کاملا مهمن. اگه که بخواید از طریق شرط معدل برید که خب این خیلی راحت تره. روش دیگه هم که داره بعضی رشته توی هنرستان میشه همین طراحی دوخت، یه رشته دیگه هم دارن مثل طراحی لباس که اون با کنکوره. یعنی تو هم میتونی رشته تو با معدل بری، هم میتونی رشته تو با کنکور بری که کنکور حالا یکم سخت‌تره، اما میتونی کنکور هنر بدی. کسی که طراحی لباس میخوان بخونن میتونن کنکور هنر بدن، کسی که معماری میخوان بخونن هم میتونن با شرط معدل برن، هم میتونن کنکور ریاضی بدن.
اینم از موضوع شرط معدل که حالا بازم اگه سوالی چیزی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید که من قضیه رو حالا بازتر کنم. من فقط می‌خواستم یه توضیح کلی در مورد هنرستان، جوی که داره و چیزایی که خودم واقعا نمی‌دونستم اولش که دارم میرم هنرستان چه شکلیه بهتون بگم. همونطور که گفتم ما یه سری کلاس عمومی داریم، یه سری کلاس تخصصی داریم. کلاس تخصصی‌ها بهش میگن کارگاه‌های هر رشته‌ای هم متفاوته. حسابداری‌ها میز دارن، میزای مخصوص دارن، معماری‌ها کارگاه چوب دارن، کارگاه برش دارن، حالا میزای تخصصی دارن و کامپیوترها که کارگاه کامپیوتر دارن، طراحی لباس‌ها کارگاه خیاطی دارن، چرخ و مانکن و هر چیزی که فکرشو کنید. من از همین جوش خیلی خوشم میومد. اما فکر نکنید که همه یه رشته‌ها و کلا هنرستان رشته خیلی صورتی و ناناسیه. واقعا میگم شما یه چیزی دارید به اسم جوجمان، مثل ارائه کاره، مثل همون پایان نامه کارتونه که مثلا هر ترم هر پودمان شما باید اونو ارائه بدید. جوجمان هم خود معلم‌ها انتخاب میکنن که مثلا به چه صورت باشه. بعضی هستن یه سری طرح مشخص میکنن، شما اون طرح‌ها رو میکشید ارائه میدید و توی جوجمان به نمایش میذارید. بخوام به طور خلاصه بهتون بگم جوجمان یعنی نمایشگاهی که میذارید یا حالا بقیه رشته‌ها میتونن ببینن یا فقط برای خود معلمه. شما این نمایشگاه رو میذارید، معلم بیاد کارتون رو ببینه، کاری که در طول ترم کردید و بهتون نمره بده. نکته دیگه‌ای که میدونم بعضیا نمیدونن اینه که رشته‌های نظری کلا شما رو وارد بازار کار نمی‌کنن. مستقیم داری درستو میخونی و میری کنکور میدی دانشگاه و بعدش همینطور. اما رشته‌های فنی شما رو توی همون 3 سال دبیرستان وارد بازار کار میکنه. به چه صورت؟ به صورت کارورزی. حالا این کارورزی چیه؟ کارورزی برای بعضی از رشته‌ها یا تابستونیه که بعد پایه 11مشونه یا تابستونیه که بعد پایه 12مشونه. مثلا برای معماری‌ها بعد پایه 12 بود، سال آخرشون بود. برای ما طراحی دوختا توی سال 11 بود. به چه صورته؟ به این صورت که شما میرید توی یه بخشی که از کارتون مورد علاقتونه، دوست دارید ادامهش بدید یا براتون جالبه ببینید اون بخش چی داره، اون شغل، میرید کار داوطلبانه انجام میدید. توی این کار بهتون حقوق نمیدن، ساعت کاری مشخص دارید، مثلا از 8 صبح باید برید تا 2 ظهر و سر کارگاه دارید، میاد چک میکنه و نمره میده و این خودش توی معدل دیپلم برای هنرستانیان خیلی تاثیر داره. اصلا چیزی نیست که بپیچونیدش، واقعا نمره خیلی بالایی داره. خب چه شکلی ما بفهمیم کجا باید بریم کارآموزی؟ من حالا در آینده ویدیو در مورد کارآموزی، در مورد دانشگاهایی که حالا رشته داره و رشته‌های متفاوت هنرستان حتما این ویدیو دیگه ضبط میکنم. اما به طور خلاصه بهتون بگم شما باید رشته‌ای رو انتخاب کنید برای کارآموزیتون که میدونید در آینده قرار برید اون رشته علاقه بهش دارید. مثلا کسی که میره طراحی لباس میخواد در آینده یکی از هدفاش اینه که تولیدی بزنه. خب من میرم کارورزیمو توی تولیدی میگذرونم که ببینم آقای تولیدی چه ویژگی‌هایی داره، چه شرایطی داره، سختی کارش کجاست و ببینم مثلا خوشم از تولیدی میاد یا نه. بعضی هستن چون کارآموزی ما سال 11 بود، مثلا میرن تولیدی و از کار تولیدی خوششون میاد، همونی بوده که میخواستن و همون سال استارت کار خودشون رو میزنن، چرخ میگیرن یا تولیدی میرن کار میکنن یا کار قبول میکنن، خیاطی میزنن. خیلی کارهای متفاوت میتونی بکنی. بس اینه که سازمان فنی حرفه‌ای کشور هم به تو وام میده و میتونی این کارا رو بکنی. یعنی عملاً همه چی حاضره واسه کسی که بخواد شروع کنه. دیگه فکر میکنم تمام موضوعاتی که به هنرستان مربوط میشده رو براتون گفتم. جو کلی همه چیزایی که میدونید. اما اگه بازم سوال خاصی دارید بپرسید حتما، چون بچه‌ای که سال 9 و دارن میرن 10 11 12 قراره تو هنرستان باشه ممکنه خیلی سوال داشته باشن. حتما توی کامنت های همین ویدیو بنویسید، من حتما به همشون جواب میدم. الان میخوایم کتابای هنرستان رشته طراحی دوختو ببینیم. خب بچه‌ها کتابایی که داریم ایناست. حجمش خیلی زیاده ولی اصلا اینطوری بهش نگاه نکنید. هر رشته‌ای قلق خاص خودشو داره. حالا من با بقیه رشته‌ها کاری ندارم چون تخصصی هم تو اونا ندارم، اما در رابطه با طراحی لباس بیاید بهتون بگم شما قرار نیست تمام این کتابا رو بخونید. شما قرار نیست صفحه به صفحه‌شو حفظ کنید. خب نصف این کتابا عملی ان و توی کار شما متوجهش میشید، امتحانش گرفته بشه نکات ریز ازتون نمیخواد، اون نکاتی که قرار بوده حفظ کنید و نمیخواد و توی کار باید اون ظرافت و اون که این نکات رو متوجه شدید نشون بدید. مثل دیگه‌شون نه، مثل دانش فنیاشون
مثل همین کتاب دانش فنی تخصصی، شما باید آزمون تئوری بدید براش و اونم حالا با توجه به معلم خودتونه. کتابای هنرستان پودمان دارن. پودمان یعنی چی؟ پودمان یعنی فصل. یه جورایی مثل حالت عادی بخوام بهتون بگم فصله، اما فصلی که شما بعد از اینکه خوندیدش دیگه قرار نیست بهش برگردید، دیگه قرار نیست امتحانشو بدید. نمره پودمان جدا حساب میشه. پودمان یکو دادید بست و تمام، دیگه تا آخر سال کاری با اون پودمان ندارید. اما نکته که وجود داره مطالبش خیلی سنگینه و اینطوری نیست که بگید مثلا یه پودمان انقدر تموم شد رفت. نه، همین مطالب ممکنه کلی جوجمان ازتون بخوان، کلی بخوان یه طور دیگه فکر کنید به قضیه، طراحی انجام بدید براش و خیلی چیزای دیگه. اما اصلا نگران نباشید. میگم اینکه بدونید قرار چه اتفاقی در طول هنرستان بیفته خیلی کمک کننده است، اما اینکه بخواید الکی به خودتون استرس بدید بگید سخته نمیتونم، این اصلا بهش فکر نکنید. مطمئن باشید که اگه علاقتون به این رشته ثابت باشه از پس همه اینو برمیارید. در رابطه با این کتابا بهتون بگم هر سال شما کتابای تخصصی دارید، رشته‌های هنرستان کلا بخوام بهتون بگم، و هر سال 2 تا 3 تا کتابو برای شما در نظر میگیرن رشته‌های تخصصی. یه کتاب کلی دارید، کتاب همراه هنرجو، روش هم نوشته برای یادگیری، امتحانات و آزمون‌ها و محیط کار. این کتاب خلاصه تمام این کتاباست، نکات خیلی مهمو توش گذاشته، طوری که شما اگه بخواید برید یه آزمون در رابطه با طراحی لباس بدین این کتابو راحتی میتونید با خودتون ببرید، نمیتونن این کتاب ازتون بگیرن و این کتاب ورودش کاملا آزاده. و خیلی کتاب کاملی هم هست. مثلا اگه امتحانی چیزی داشتید همونطور که میبینید مدلای خیلی مختلفی داره، چیزای مختلفی همه چی توشه و خب کلا کتاب کمک کننده ای. حالا من دونه دونه کتابا رو بهتون نشون بدم، هم فقط اسمش هم بدونید کافیه. بعد وقتی مدرسه شروع شه با همش آشنا میشید. دانش فنیه که در رابطه با ابزارآلات، مدل‌های مختلف، کارهایی که دارید و یه جوری تخصصی کرده این رشته رو، چیزی که یکم سطح این رشته رو میبره بالاتر از کار عملی. سال 12 طراحی مدل لباس سفارشی رو داریم که لباس محلی میدوزید و هم طراحی و نقاشی میکنید. مدل‌های مختلف بخوام بهتون بگم. طراحی به روش حجمی، همین مانکن است که پشت سر منه. شما توی این طراحی کار با مانکن، کار با نرم افزارهای طراحی لباس، نرم افزارها و کلا برنامه‌های دیجیتال رو هم یاد میگیرید. برای این درس لازمه که شما لپتاپ داشته باشید. طراحی بستریه که اینو تمامی رشته‌های هنرستان دارن، بالاش هم نوشته رشته‌های مشترک هنر. سال 10 داره عناصر بستری کاربردی و جامع است برای تمامی رشته‌ها مسلمانه. و در رابطه با هنر چیزایی که دید بستری شما رو تقویت میکنه میگه، چیزایی که توی طراحی خیلی به دردتون میخوره. طراحی مدل سازی دوخت دامن دارید، اینم کتاب 10 من کتابا رو خیلی نابود کردم تو کارگاه، خیلی بله سرشون میاد. ولی بخوام بهتون بگم زیاد از این کتابا استفاده نمی‌کنید، بیشتر معلم تدریس میکنه و هر معلمی هم تدریس خاص خودشو داره. بعدی که میبینید کتابش نابود شده خیلی ازش استفاده کردیم، کتاب دوخت لباس زنانه است که شلوار یاد میگیریم، الگوهای مختلف. و نکته خاصی که هست بهتون بگم، کتابای طراحی دوخت در رابطه با متد مولرن. متد مولر هم خیلی متد کامل، جامع و نقطه به نقطه همه چیز رو توضیح داده و متد کم ریسکیه، واسه یادگیری واقعا مناسبه. و علاوه بر این که توی این کتابا شما الگوکشی و دوخت و اینجور چیزا رو یاد میگیرید، اصلاح هم یاد میگیرید. برای هر بدنی با هر فرمی قراره چه لباسی طراحی کنید و چه مدل الگویی بکشید، اینا همه بهتون آموزش داده میشه. طراحی مدل سازی لباس زنانه که بالا تن‌پوشا رو کامل یاد میدن. درسته رشته ما طراحی دوخته، اما یعنی قرار بوده دوختش بیشتر باشه، اما طراحی و دوختش به یک اندازه با هم میان بالا. و رشته طراحی لباس هم من میدم همین شکلی ان توی دانشگاه، البته چون توی هنرستان ما طراحی لباس نداریم. این دو تا کلا با هم به یه اندازه میان بالا، چون متد خاصی نداره. میدونید شما یه سری سرفصل رو در مورد دوخت و قراره بدوزید انجام بدید، در مورد طراحی هم به همین شکل. اصلا به این فکر نکنید که توی طراحی لباس من دیگه دوخت ندارم، نه، شما هم هر دو رو به یک اندازه دارید، ولی توی طراحی لباس طراحیش یکم پیشرفته تره، آموزش‌های بیشتری داره. توی طراحی دوختش یکم پیشرفته تر و متدای عجیب تری رو به شما میگه. طراحی دوخت لباس بچگونه است، کتاب آخر که شما توی این درس سیسمونی میدوزید، پیراهن بچگونه میدوزید، بررسون میدوزید و خیلی درس شیرینی داره. الان که بهش نگاه میکنم کلی چیزی یاد میگیرید، انواع دوخت‌ها، گلدوزی‌های مختلف. و کلا بخوام بهتون بگم کتابای هنرستان کتابای جامعی ان، اما
فقط نباید به اینا بسنده کنید. حتی زمانی که رفتید دانشگاه هم فقط نباید به اطلاعات دانشگاه بسنده کنید. شما باید همیشه در حال آموزش دیدن باشید. که در رابطه با این موردم که طراحی لباس توی دانشگاه و مدرسه خوبه یا توی آموزشگاه فنی حرفه‌ای، براتون حتما یه ویدیو دیگه میسازم. خوشحال میشم اگه نظری، کامنتی، هر چیزی دارید زیر این ویدیو برام بنویسید. سوالاتون هم بنویسید. ویدیو بعدی حتما بهشون جواب میدم. و خوشحال میشم اگه دوستی دارید که میدونید به طراحی لباس علاقه داره، چنل ما رو بهش معرفی کنید و سابسکرایب بهتون نره. تا جلسه دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.